дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. دستور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای تأسیس لابراتوری فرهنگ و مرکز صنعتی موسیقی تاجیک. فهرست نوی پروازها میان تاجیکستان و روسیه نشر شد. مقامات خوجند فعالیت پوری اتوبوس‌های شهر برام مانده می شود. جنگ نمی خواهیم. طالبان درباره گفت و شنید با پنجشیر. جنگ خوابک دوام دارد. 3 حمله دیگری طالبان با پنجشیر. با شرح بیشتری این خبر رویدادها با شما هستم. مرتبه رحمان و سلام. تأسیس مرکز الکترونی صنعتی موسیقی تاجیک و تامین آن با تجهیزات ضروری از دستورات دیگری پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان بودند که 31 آگوست در جلسه حکومت صادر دادند. طبق اطلاع دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با وزارت فرهنگ و اداره‌های داخلدار برای تیار کردن کادرها در مؤسسه‌های تعلیمی خارجی کشور طبق طلبات کادر تکلیمی اختصاصی کارمندان ساحه‌های فرهنگ و صنعت و طبع و نشر سپارش دادند. این دستورات رئیس جمهور بعد شنیدن گزارش وزیر فرهنگ زلفیه دولتزاده درباره برنامه دولتی تیار کردن متخصصان ساحه فرهنگ، صنعت و طب و نشر تاجیکستان برای سالهای 2018-2022 ارائه شدند. وزیر اظهار داشته است که برنامه نظام یگانه تیار کردن متخصصان ساحه، تشکیل نظام استواری تکمیل اختصاص و بازآموزی کادرهای ساحه، بلند برداشتن ثمره‌ناک تحصیلات در ساحه فرهنگ، صنعت و طب و نشر و تقویت زمینه‌های مادی و تکنیکی و علمی و متدی مؤسسه‌های تعلیمی را برام می‌مانند. زلفیه دولتزاده اخیراً در صحبت با خبرنگاران جوانان تاجیکستان اظهار داشته بود که مشکلات امروزه ساحه فرهنگ این نارسایی متخصصان ساحوی است. حالا وزارت پای اصلاح این کمبودی سعی داشته سال تا سال پایگاه کادر ساحه مستحکم و متخصصان در داخل و خارج کشور آماده می‌گردند. توضیح داد وزیر. در فهرست کمبودی‌های دیگری جدی که به گفته وزیر به فعالیت پرثمر مؤسسه‌های فرهنگی مانع ایجاد می‌کنند، این درصدی ضروری نرسیدن اسباب‌های موسیقی، لباس‌های صحنوی، دستگاه‌های تقویت آواز، میز و کرسی، پرده و پیش پرده‌های صحنوی، آرایشی، مجموعه اسباب و انجام‌های تئاتری، واسطه‌های حمل و نقل، تجهیزات گرم‌دهی و ضد سوختار، کامراهای نظارتی و غیره ها می‌باشند. تاجیکستان و روسیه شماره پروازهای مستقیم را میان دو کشور افزایش خواهند داد. اطلاع داده است دفتر مطبوعاتی سفارت روسیه در تاجیکستان. یادآور می‌شویم که طبق قرار ایستادی فوری اوید به پیشگیری و پنجشنبه شروع کرونا ویروس در روسیه از 27 آگوست پروازهای منتظم میان روسیه و تاجیکستان زیاد شده است. همین طریق شرکت روسی اوتایر ایرلاینز سنه 31 آگوست 2، 4 و 5 سپتامبر پروازها از مسکو، وینوکووا به دوشنبه را انجام می‌دهد. از 7 سپتامبر پروازها در مسیر مسکو دوشنبه همه روزه انجام داده می‌شود. پروازها از دوشنبه به مسکو طریق این شرکت روزهای 1، 3، 5 و 6 سپتامبر و از 8 سپتامبر هر روز به نقشه گرفته شدند. از 27 آگوست شرکت سیمو ایر هر روز پروازها را به سمت دوشنبه مسکو و دوشنبه انجام می‌دهد. جدول پروازها به منطقه روسیه حالا هم در حال بررسی قرار دارد. شرکت اورال ایرلاینز نقشه دارد که هر هفته به 38 سمت پروازهای منتظم انجام دهد. طبق اطلاع دفتر مطبوعاتی مقامات شهر خوجند در اساس دستور سپارشی رهبریت ولایت سوخت شروع از سنه 1 سپتامبر سال روان تمام اتوبوس‌های نقلیاتی مسافرکشانی شهر خوجند با تمام وسایط نقلیاتیش به خدمت رسانی دائمی آغاز می‌نماید. همزمان منبع قید نموده است که برای شفافی و منتظمی خدمت رسانی پرداخت حق راهگیرا را قطعاً به طریق غیر نقدی یعنی با کارت‌های نقلیاتی صورت می‌گیرد. ذکر شده است که کارت‌های نقلیاتی کفالت روایی به ممانعت ساکنان در مسیر حرکت اتوبوس‌های شهری خوجند می‌باشد. یادرس می‌شویم که اولی ماه آگوست بالاروی به سابقه نرخ سوزشواری دیزل سبب از حرکت باز ماندن 10 عدد نقلیات جمعیتی در شهر خوجند گردید. در مرکز ولایت سوخت
زود از 100 اتوبوسی موجود بوده تنها 10 تاش کار میکند. 90 عددی دیگر از حرکت باز مانده بود. عبدالجلیل باباجانов راهبر تطبیق لایحه رشد نقلیاتی جمعیتی نقلیات مسافرکشان خوجند گفته بود که بالا روی نرخ سوزشواری دیزلی به حالتی به این هم خرابی اقتصادی کارخانه آنها تاثیر عمیق منفی باقی گذاشته است. گفتگوی نمایندگان جبهه متحد ملی افغانستان در پنجشیر با طالبان در حال رشد است. در این باره نماینده گروه رادیکالی ذبیح الله مجاهد در نشست خبری گفت به گفته او طالبان از رهبری جبهه متحد ملی افغانستان چند پیام گرفتند. در این گفتگو شنید طرفها شرط‌هایی را ارائه کردند که با اظهارات قبلیشان تماما موافقت نمی‌کند. می‌نویسد ریا новости با تکیه به یک منبع. هفته پیش رهبری مقاومت احمد مسعود با نمایندگان طالبان و سابق وزیر فرهنگ افغانستان امیرخان متقی تلفنی صحبت کرده بود که نتیجه دلخواه نداد. جنگجویان گفتند که میخواهند مسئله پنجشیر را با راه دیپلماتی حل کنند، در حالی که آنها بارها تلاش کردند این ولایت را به زور ثبت نمایند. همین طور پیشتر رادیکال‌ها به یک پاسگاهی منطقه حمله کردند. باید گفت که پنجشیر تا حال یگانه ولایت افغانستان است که تحت نظارت طالبان نیست. این حمله ها شبیه گذشته به مواضع جبهه متحد ملی افغانستان در عقبه خاواک دره پنجشیر صورت گرفتند. فهیمی دشتی سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان به سپوتنیک تاجیکستان گفت از شبیه گذشته تا صبح امروز طالبان در شمال و شرق پنجشیر از طریق عقبه یا گردنه بلند خاواک حملات را سر نیروهای جبهه مقاومت انجام دادند. 3 حمله بود که همگی از سوی نیروهای جبهه مقاومت رفع شدند و تلفات زیادی به طالبان وارد شد، گفت فهیمی دشتی. بنا به این منبع در حملات نزدیک به 30 طالب کشته شده، حدودی 15 تن دیگر زخمی شدند و تعدادی از جنگیان طالبان و هم تجهیزات نظامی آنها به دست نیروهای مقاومت افتادند. جنگ ادامه دارد و نیروهای ما آماده نبردند، گفت فهیمی دشتی. قبلا جبهه مقاومت ملی از حمله طالبان به دهنه پنجشیر خبر داده بودند که در طی آن 8 طالب کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. پنجشیر حالا مرکز مقاومت نیروهای ضد طالبی افغانستان به شمار می رود. شنوندگان عزیز، همینجا میرسیم به فرجام برنامه اطلاعاتی خبر. تا برنامه‌های دیگر تنسیت و پیروز باشید. خیر. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.